امروز میخوایم با هم درباره یه چیزی حرف بزنیم که شاید خیلی هامون همین حالا توی دلمون درگیرش باشیم. اون لحظه‌ای که میخوایم ادامه بدیم ولی نمیتونیم. اون لحظه‌ای که از خودمون میپرسیم اصلاً ارزشش رو داره؟ من چرا باید ادامه بدم؟ میدونی چیه؟ جا نزدن فقط یه تصمیم نیست، یه جنگ بین کسی که هستی و کسی که قراره بشی. یه بار برگردیم به اول مسیر، به اون روزی که گفتیم دیگه بسه، من باید یه کاری بکنم. اون لحظه یه جرقه افتاد توی دلمون، یه انگیزه خام ولی واقعی. شاید از یه شکست اومده بود، شاید از آرزو، شاید از درد، اما همون جرقه و همون انگیزه کوچیک ارزش داره، چون اون نشون داد هنوز توی وجودت یه چیزی هست که نمیذاره تسلیم بشی. وقتی خسته ایم و وقتی ناامیدیم فقط کافیه اون لحظه شروع رو دوباره به یاد بیاریم. از خودمون بپرسیم که من چرا این مسیر رو شروع کردم؟ برای چی؟ برای کی؟ جوابش میتونه دوباره بهمون نیرو بده. خیلیا وسط راه جا میزنن چون یادشون میره برای چی شروع کردن، ولی ما یادمون نره که دلیلمون بزرگتر از مسیرمونه. خیلیا وقتی مسیرشون سخت میشه فکر میکنن دارن اشتباه میرن، میگن اگه راه درسته چرا اینقدر سخته؟ اما واقعیت اینه که مسیر درست همیشه پر از چالشه. هر کس که به جایی رسیده یه روزایی داشته که هیچ چیز مطابق میلش پیش نرفته. به یه کوهنورد فکر کن، اون بالا منظره فوق‌العاده است ولی مسیر پر از سنگ و سرازیریه. کسی که از نیمه برمیگرده هیچ وقت اون منظره رو نمیبینه، ولی اونی که با پاهای زخمی هم ادامه میده میدونه که همه سختی ها ارزشش رو دارن و به قله میرسه. یادمون باشه که مسیر آسون معمولا به جایی نمیرسه. رنج یعنی داری رشد میکنی، درد یعنی داری قوی تر میشی، سختی هم یعنی داری از خودت یه نسخه بهتر میسازی. یکی از بزرگترین دلایلی که آدما جا میزنن اینه که نتیجه رو زودتر میخوان امروز شروع کنند فردا موفق بشن، ولی رشد زمان بره. مثل کاشتن یه بذر، تو هر روز بهش آب میدی ولی هفته ها هیچی نمیبینی، اما زیر خاک داره اتفاق میفته، داره ریشه میزنه، داره خودش رو برای رشد آماده میکنه. تلاش هامون هم همینه. شاید هنوز نتیجهش رو نمیبینیم، اما یه روزی از یه جایی که فکرش رو نمیکنیم جوونه میزنه. ما فقط باید ادامه بدیم حتی وقتی هیچی معلوم نیست، چون اگه رهاش کنیم هیچ وقت نمیفهمیم چقدر نزدیک بودیم. بزرگترین دشمن ما اون صدای آرومیه که توی ذهنمون زمزمه میکنه نمیتونی، خسته‌ای، بیفایده است، ولش کن. اون صدا گاهی انقدر واقعی به نظر میرسه که فکر میکنیم حقیقت داره، ولی واقعیت اینه که اون صدا دشمن نیست، فقط میترسه. ذهن انسان از تغییر متنفره، چون تغییر براش مساویه با خطره. وقتی تصمیم میگیریم که کاری متفاوت بکنیم، مثلا زود بیدار شیم، هدف جدید بسازیم، شروع به یادگیری یا ورزش کنیم، ذهنمون فوراً مقاومت میکنه. شروع میکنه به تولید افکار منفی. اگه شکست بخوریم چی؟ اگه مسخرت کنن چی؟ اگه نشه چی؟ اما این صدا فقط یه سیگناله، نه واقعیت. اگه یاد بگیریم ازش رد شیم، تبدیل میشه به بزرگترین نشونه رشد. هر بار که اون صدا رو میشنویم بدونیم که داریم وارد مرحله جدیدی از زندگی میشیم. یه تمرین ساده ولی فوق‌العاده وجود داره. هر وقت اون صدای منفی اومد باهاش حرف بزن، نه با عصبانیت نه با ترس. آروم بگو میدونم داری منو از خطر محافظت میکنی، اما من تصمیم گرفتم رشد کنم. نگران نباش، من حواسم هست. وقتی اینو چند بار تکرار کنی ذهنت یاد میگیره که اعتماد کنه، یاد میگیره که تو کنترل اوضاع رو داری. و جالبه بدونی آدمای موفق هم اون صدا رو دارن. فرقشون فقط اینه که یاد گرفتن ازش عبور کنن، نه اینکه باهاش یکی بشن. هیچ کس ذهن ساکت و بدون ترس نداره، اما اونی که موفق میشه کسیه که با ترسش هم قدم میزنه، با شکش هم پیش میره. میترسه ولی بازم میگه ادامه میدم. گاهی فقط یه جمله، یه لبخند، یه حمایت کوچیک میتونه مسیر یه انسان رو عوض کنه. ما آدما طوری ساخته شدیم که کنار هم قوی تر بشیم، ولی وقتی توی مسیر هدف میریم خیلی وقتا احساس تنهایی میکنیم، چون بقیه درکمون نمیکنن. به ما میگن ول کن بابا، مگه قرار دنیا رو عوض کنی؟ اما فقط خودمون میدونیم که چرا شروع کردیم. تنها موندن سخت‌ترین بخش ماجراست. اون شبایی که بقیه خوابن و تو داری کار میکنی، اون صبحایی که خسته‌ای ولی باز خودت رو از تخت بلند میکنی، اون لحظه‌هایی که کسی تشویقت نمیکنه ولی باز ادامه میدی. اینا لحظه‌هایی هستن که شخصیتمون ساخته میشه. اونجا که هیچ تشویقی نیست، فقط خودمونیم و هدفمون. ولی در عین حال نباید خودمون رو کاملا از دنیا جدا کنیم. باید یاد بگیریم اطرافیانمون رو هوشمند انتخاب کنیم. آدمایی رو پیدا کنیم که مثل خودمون در مسیرن. شاید هنوز به جایی نرسیدن ولی اون انرژی، اون درک، اون انگیزه رو دارن. هم مسیرها معجزه میکنن. یه گروه کوچیک از آدمای مصمم میتونن کاری کنن که ماها آدمای تنها نمیتونن. چون وقتی زمین میخوریم اونا دستمون رو میگیرن. وقتی ناامید میشیم یادآوری میکنن که چقدر پیشرفت کردیم و وقتی موفق میشیم از ته دل خوشحال میشن. ولی
ولی اگه الان هیچ کس اطرافمون نیست ناامید نشیم. ما میتونیم خودمون اون منبع انگیزه باشیم. هر روز صبح به خودمون یه جمله مثبت بگیم. به آینه نگاه کنیم و بگیم من ادامه میدم حتی اگه تنها باشم. چون در نهایت حتی اگه 1000 نفر تشویقمون کنن ولی خودمون به خودمون ایمان نداشته باشیم فایده ای نداره. و برعکسش هم هست. حتی اگه هیچ کس باورمون نکنه، اگه خودمون باور داشته باشیم کافیه. مقایسه کردن مثل یه تله است. آروم شروع میشه ولی کم کم تمام انگیزمون رو از بین میبره. شاید ببینیم یه نفر ازمون جلوتره، موفق‌تره یا حتی خوشحال‌تره، ولی واقعیت اینه که ما فقط بخش کوچیکی از زندگیش رو میبینیم. اون بخشی که خودش نشون داده. ما عادت کردیم موفقیت بقیه رو ببینیم ولی سختی‌هاشون رو نه. میبینیم که رسیدن ولی نمیبینیم چند بار شکست خوردن و همین باعث میشه فکر کنیم عقبیم. اما حقیقت اینه که هیچ رقابتی وجود نداره جز بین ما و دیروزمون. تنها سوال مهم اینه آیا امروز از دیروز حتی یه ذره بهتر بودم یا نه؟ اگه جوابمون آره باشه یعنی داریم برنده میشیم. به مسیر خودمون احترام بذاریم هرچند که کند پیش میره ولی مطمئن‌تره. شاید بیشتر زمین بخوریم ولی داریم یاد میگیریم که بلند شیم و بدونیم که هیچ موفقیتی بدون این افت و خیزها دوام نداره. هر کس زمان خودش رو داره. یکی تو 20 سالگی میترکونه، یکی تو 40 سالگی، یکی هم 60 سالگی شکوفا میشه. مهم اینه که ادامه بدیم. پس هر بار که خواستیم خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم به خودمون بگیم که من مسیرم متفاوته. دارم با سرعت خودم حرکت میکنم و این یعنی دارم جلو میرم. یادمون باشه که موفقیت مسابقه نیست. یه مسیر پر از اشتباه، تجربه، رشد و فهمه و ما تا وقتی که ادامه میدیم هنوز توی این سفر هستیم. این یعنی هنوز امید هست. میدونی بزرگترین اشتباه چیه؟ اینه که فکر کنیم قهرمان‌ها آدم‌های خاصی هستند. آدم‌هایی که از اول با استعداد به دنیا اومدن یا هیچ وقت نترسیدن. اما واقعیت اینه که قهرمان واقعی همون آدم معمولیه که یه تصمیم غیر معمول گرفته که جا نزنه. قهرمان واقعی کسیه که شکست خورده، گریه کرده، شک کرده، اما باز صبح روز بعد بیدار شده و گفته یه بار دیگه امتحان میکنم. هیچ کس از بیرون نمیتونه قهرمان درونمون رو بسازه. اون فقط وقتی بیدار میشه که ما تصمیم میگیریم مسئول زندگیمون باشیم. قهرمان‌ها دنبال راحتی نیستن. اونا دنبال معنا هستن و معنا همیشه یه ذره درد داره، یه ذره ترس، یه ذره تنهایی، ولی همون چیزاست که ما رو میسازه. یه روزی میرسیم به جایی که پشت سرمون رو نگاه میکنیم و میگیم من اون آدم ضعیف سابق نیستم. من رشد کردم چون جا نزدم. و اون روز دیگه هدف فقط یه مقصد نیست. خودمون تبدیل به مسیر میشیم. ما خودمون انگیزه‌ای میشیم برای بقیه. چون با ادامه دادن نه تنها زندگی خودمون رو میسازیم بلکه برای بقیه هم الهام بخش میشیم. موفقیت یعنی ادامه دادن وقتی همه چیز فریاد میزنه که رها کن.